سلام كمسك الختام. آیا می دانید چه کسی اعلان جنگ به خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم کرده است؟ به نام خداوندی بخشنده و مهربان. ریبا، سودخوری یکی از گناهان کبیره می باشد. خداوند متعال در قرآن کریم غیر از ریباخوران با هیچ گناهکار اعلان جنگ نکرده است، چنانکه که در قرآن می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید، از ربا هرچی باقی مانده است ترک کنید. این کنتم مؤمنین، اگر از جمله شخصانی با ایمان باشید. دوستان عزیز، خداوند در اول آیت می گوید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، و بعد از این می گوید اتقوا الله، یعنی که از خداوند بترسید، تقوا پیشه کنید. تقوا پیشه کردن از خداوند ترسیدن است. بعد از این میگوید که از ربا دست کشید و بعد از این میگوید که این کنتم مؤمنین، اگر از جمله مؤمنان باشید. ببینید خیلی یک تأکید است. خداوند به ریباخوران مسلمانان یک تأکید میکند. یک اول میگوید که ای کسانی که ایمان آورده اید، بعد از آن از خداوند بترسید، بعد از آن از ربا آنچه که باقی مانده است دست کشید. در آخر میگوید که اگر شما از جمله مؤمنان باشید، یعنی اگر شما خود را مؤمنی حقیقی شمارید. پس دوام آیت رو میبینیم. آیت بعدی: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یعنی و هرگاه چنین نکنید، یعنی اگر شما از ربا دست نکشیدید، پس جنگ با خدا و رسول او اعلان کنید. ای شخصانی که رباخور هستید، این آیت های خداوند را گوش کنید که خداوند به شما چی میگوید. اگر شما بعد از شنیدن آیت یکم از ربا دست نکشیدید، پس شما جنگ را با خدا و رسولش اعلان کردید. پس کدامی از شما میتواند با خدا و رسول جنگ اعلان کند؟ نه زناکاران، نه دزدان، نه کسانی که شرک آوردن. به آنها نگفت که شما به خداوند جنگ اعلان کرده اید، تنها به رباخوران گفت که شما به خدا و رسول جنگ اعلان کرده اید. این گفته ها به آن دلالت می کند که گناه ربا خیلی گناهی وزنین است. دوستان عزیزم، باید دانست که تمام شخصانی که برپا شدن معامله ربا را همکاری می کنند، چه دو طرف اصلی یا واسطه ها و کسانی که به این کار کمک می کنند، همگی ملعون شده هستند. یعنی همگی در لعنت خداوند گرفتار شده هستند، چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند رباخور، ربا دهنده، نویسنده و شاهدان ربا را لعنت کرده است و فرمودند جرم و گناه همه آنها یکسان و یک خیل است. روایت مسلم. دوستان عزیز، ببینید هم ربا دهنده، هم ربا گیرنده، هم شخصانی که شاهد شدند، هم شخصانی که کمک کردند به این کار، همه آنها به لعنت خداوند گرفتارند. لعنت خداوند یعنی همه آنها محروم شدند از رحمت خداوند. و در حدیث های دیگر زشتی ربا آمده است. اگر این حدیث ها را خوانیم، شاید رباخوران از این کار دست کشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ربا 73 در دارد. سبکترین و ساده ترین آن مانند این است که شخص با مادرش زنا کند و بدترین نوع ربا بی آبرو و شرمنده کردن مسلمانان است. روایت حاکم و صحیح الجامع. و این چنین در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند
یک درهم ریبایی که شخص دانسته آن را بخورد از 36 زنا سخت‌تر و سنگین‌تر است. روایت امام احمد و صحیح الجامع. پس دوستان عزیزم ببینید گناه ریبا خیلی گناه بزرگ است. آیا شخصی می تواند با مادرش زنا کند؟ هیچ کس نمی تواند. پس با کدام اساس شما ریبا خوری را بس نکرده اید؟ ممکن که شما این آیات و حدیث ها را نمی دونستید. اکنون امروز که فهمیدید توبه کنید، به سوی خداوند بازگردید. ان شاء الله خداوند توبه پذیر است و بخشیدن را دوست می دارد. اگر تو امروز به این گناه کبیره دست زدید، از همین روز آغاز کرده بعد از شنیدن این آیات و این حدیث ها از این گناه کبیره دست کشید و به درگاه خداوند توبه کنید. ان شاء الله خداوند گناه را می بخشد. چون در حدیث ها آمده است که ناواسطه از بزرگ بودن گناه اگر شخص توبه کند گناهش بخشیده می شود. پس اگر شما توبه کردید و 3 شرط توبه را به جای آوردید، ان شاء الله خداوند گناه شما را می بخشد. شرط اول این دست کشیدن از ریبا. شرط دوم این پشیمان شدن، این به درگاه خداوند توبه کردن و شرط سوم باز نگشتن به این کار. اگر شما این 3 شرط توبه را به جای آورید، ان شاء الله خداوند بخشنده و مهربان است و شما را می بخشد. پس دوستان عزیز، در این حیات ما ابدی نیستیم. چی قدری که پول جمع نکردید با واسطه ریبا، آنها را گذاشته ترک کرده می روید. پس در فکر آخرت خود باشید. آخرت حیات ابدی است و برای حیات این دنیا آخرت خود را از دست ندهید. حاضرم فرصت دارید توبه کنید. خداوند گناه های شما را می بخشد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.